نشسته بودم تو خونه داشتم کارامو میکردم، یهو بچه‌ها زنگ زدن، بچه‌ها بیرون بودن، من خونه بودم. مثلا نهار بریم سوشی آلیو کنید؟ گفتم چرا که نه. دویدم. ببین در از 5 دقیقه 2 زنگ زدن، الان 2:25 است. وسایلم جمع کردم، یه ذره گوشیمو دادم به شارژ که بتونم باش بزنم بیرون و زدم بیرون. و اونجایی که میخوایم بریم تا ساعت 3 بیشتر باز نیست، این تا ساعت 3 بیشتر سفارش ثبت نمیکنه. میخوام واسه که زودتر برسم با مترو برم که زود برسم بهشون. حالا اگه رسیدیم 2 ثانیه زودتر اومده بودم، سوار این شده بودم رفته بودم. وایسا مترو بعدی بیاد. رسیدم. میخوایم بریم اونجا اسپرینگ سوشی. بچه یه داینامیت رول سفارش دارم 8 تا اینه 3 تا از این واسه خوشمزه مسجد میخوره الان خوشش غذایشو تایید کنید. مدل نگیرید. حالا دوست داریم بگیریم ولی نودل سیر. نه با نودل سیر میشیم. توی همین جواد کالیفرنیا رول. بچه‌ها چیزام بگیریم. آووکادو و کیوکامبر بگیر. نه این بدمزه است. اونی که سلمون روش دارم خوشمزه است. اسمش چیه؟ من اونو هم خیلی دوست دارم. مراحل رسیدن به بهشت رو شروع میکنیم. سویا سس زیاد، من زیاد. بعد واسابی میزنیم توش و هم میزنیم. سری اول اومد. بقیه‌اش هم داره میرسه. دامپلینگه. دیدم که اون دامپلینگه. از اینا خوری؟ من نفرم من از اینا خیلی دوست دارم. خیلی لذت میبری نه؟ نمیده. بذارم آقا صحبت کنم. اصلا ماهیش ندارن سوشی بخورن. فکر نکنن که سوشی ماهیه. اون و بچه ها رو داریم؟ به خدا که ماهی دوست ندارن. جدی دارم میگم. خیلی که ماهی دوست ندارن فکر میکنن سوشی هم ماهیه. میوه سفاری حقیقتا اینه. اینا همش مال ماه. بچه ها 2 قدم تا بهشت. بهشت ببریم. بچه ها این هم خیلی خوشمزه است. اون که سوشی نیست. اصلا خوبیه اینجا نشید فاصله ننداز هوا میفته سیر میشی. اشتباه میکنی بخور لذتشو ببر. دارم لذت میبرم. ای افتاد. آقا چنگال منو بیارید. من هر 5 دقیقه میگم چنگال منو بیارید. تسلط کامل. حالا که دومشو نخوردمش. خیلی مسلط استاد دارم. بالا بود. آفرین. آره
از اول همینجوری مسلط میخورد. از اول اینجوری نبودم، بعد از دست دردهای فراوان به این رسیدم. توضیح بده لطفا اینا چیه؟ روی سوشی گذاشتن. بعد تخم ماهی داری؟ نه این تخم ماهی نیست، این چیزه، این سلمون ریز شده است. میگرینی. اینو نمیدونم واقعا. این نه جدی میگم نه نیست، سلمون ریز شده است. ساتوری شده. ایشون نه ایشونو بگیرید. این نازنین. سلمون روز. اینو ورش داریم؟ دهنه دیگه چی میتونی بخوری؟ مزه لاستیک میده. خیلی خوشمزه. انگار تایر ماشین داری میخوری. بابا خیلی خوشمزه. خب مگه تو تایر ماشین خوردی تا حالا؟ اونم خوشمزه. بهشت برین اومد. این خیلی خوبه. اینم عشق منه. رخ کار خیلی جذابه. این چیه؟ کربه 100% کربه. نه خواهش میکنم بچه‌ها کربه. آره؟ اینم که شیب تمورا بشوره ببر. من نمیخوام هیچی اینو بشوره ببره. آدم با سوشی سیر نمیشه که. آدم با سوشی فقط پله‌های لذت رو میره بالا. نه متاسفانه من یه جایی شد سیر بودم. سیر. من یه دفعه نگاه کردم گفت اینم مال شما. دو تا هشته غذا بگو من نیستم. نمیشه پک کرد و بعد اگه چیز کنی مجبوری اون هزینه‌شو بدی. پولشو بدی چیزی که میمونه. امین بخور ببین چطوره. حتما که خوشمزه است ولی از 1 تا 10 چقدر خوشمزه است. خیلی. بین همه اینایی که خوردم این اولین باره واقعا دارم بایتونا؟ آره نخورده بودم. چرا تو قبلی هم بود؟ بچه سوشی چیه؟ من بافت تونا رو از بافت سلمون بیشتر دوست دارم. سلمون یه ذره اینجوری لهلهیه ولی این سفته. نظر تخصصی فرودی؟ آره. تو اوردر نگاه کن. خیلی خوشمزه بود. سالاد منگو هستن. ولی نمیشه باید خوردن. آره. چرا فقط یه کاهو فقط خوردی؟ این لاس وگاس رول این چی بود باشا؟ این تکراریه؟ آه یه اسپایسی. سپایسی تونا؟ آره. این دیگه آخرین تلاش هاست. این دیگه واقعا آخرین تلاش هامه. این انقدر جذاب خوردنه. یعنی من حتما به توصیه میکنم بخوری. اینم که سلمون روزه این. آره ببین این میخوری تا نیم ساعت بعد هنوز مثل آب نبات جرقه‌ای تو دهنت قرص. خب پس این آخر سر میخوریم. یه دونه دیگه هم اول اینا رو میخوریم بعد این. تو این بسته به پیشنهاد فروغ که گفت چون خیلی سیرم فقط میگوشو میخورم. اینطور من نمیخوام بچه ها دسته واقعا دیگه شیرینی نمیخوام. اصلا خام نیست. انگار یه تورت ریزی روش میدن چون اصلا خام نیست و خیلی خوب بود. لزجه ولی این اصلا لزج نبود. آخرین تلاش ها. Excuse me. Can we have some napkins please? این مهارت منو در چاپستیک نشون داد.
زد مغز گل در اومد. آب نبات جرقه‌ای. تکنیک آب نبات جرقه. این آخرین تیکه است. این آخرین امیدوارم زنده بمونم بعدش. سردی این لرزی پاشتم دیدی؟ من تا نیم ساعت میتونی پیداشو کنی لای دندونم. مرسی مسواک نه مسواک. ببین واقعا میگه من اصلا میل ندارم حالا یه لقمه خیلی تازه. پول مرحله آخر هستنشون. به این حجم بدو میارزید. خیلی چسبید، خیلی زیاد. اومدیم یکم تو پاساژ بگردیم اش بریم سمت خونه. اومدیم وینرز. معمولا قیمتاش بد نیست ولی خب الان هیچ آفی نداره. همه چی هم داره دیگه، همه برندار داره و توش بگردیم حسابی باید بگردیم ببینیم چیزی $3-4 توش پیدا میشه یا نه. بعضی وقتا ببینیم این سری لباسای خیلی خوب و مثلا یه تگ داره $2 $3 $2 نه خدایی ولی مثلا $3-4 شانس بیاری گیرت میاد. واقعیت میدونین چیه؟ احساس میکنم داره سردیم میکنه. اون حجم سوشی که خوردم باعث میشه که هیچی نبینم و الان فقط دوست دارم خونه بخوابم. واقعا تکلام از دست دادم، میخوام حرف بزنم فکر میکنم چی میگم و هیچی نمیبینم، هیچی، یعنی اصلا قیمت خرید اصلا هیچ کدومو نمیبینم.